همونطوری که میبینید و شنیدید امروز روزیه نه برای اینکه فقط بیان اینجا اعتراض کنن. امروز روزیه که همه این جمعیتی که در پاریس جمع شدن با یک فرمون، اون هم میگن نه به جمهوری اسلامی. و اما در کنار من عزیزی هست که شاید اصلا و ابدا قبول نکرد که با نظام جمهوری اسلامی یکی بشه و این اولین حرکت از سمت ورزشکارانی هست که باید از قبل این برنامه ها میشد. درود از شما و بیننده عزیزتون. ما از کشور سوئد اومدم و دوستان عزیزمون از انجمن ورزشکاران آزادیخواه ایران اومدیم اینجا کنار مردم پاریس و دیگر شهرهای اروپایی که به اینجا اومدن بلند بگیم نه به جمهوری اسلامی. جاوید شاه، ما شاهمون رو میخوایم و به جز بازگشت پادشاه به ایران به هیچ چیزی قانع نمیشیم و راه تک تک برادران و خواهران ادامه میدیم تا با پسگیری ایران. در ایران آزاد به امید قهرمانی تمامی جاویدنامان، قهرمان باد ایران که همچنان همیشه قهرمان است.